بسیار میکرد و بسیارتر در قبرستان میشست. مثل موری که میبینارم میگه دوی میگه اونجا میشیش از مردم اکر مسخرش کردن دیگه مرکز کن حضرت همه قدمی زنده موندگی همین میگه تو چی فایده پس خطا میکنیم خست از پیش شما خیزون گفته سوزه غیبت سر میکنیم از پیش شما میامخویم که غیبت نمیکنیم یعنی شده من در بس سرید یکی همون احمد میگه بچه می هارون رشید میگه سو گیگه میگه بزرگا قدیسی میشته بعد در یک محفیل میگه همون نزدیکای میگه هارون رشید میگه بعد گفتن که همین احمد بسیار همین قوبوی پدرش رو پس کرد این تمام مثلا یک کاری دارد یک حرکتی دارد وقتی در زیر پدرش این کارو نمیشود میگن تایی ملامت میکنه احمد گوش میکنه بعد میگه در یک محفیل میگه همیشه شتگی بودن میگه که درخت میگه پرنده شتگی بود است بعد میگه پرنده همین بچه احمد بود که در بالای دست موشی گفت میگه پرنده در بالای دست شیش گفت در جا دوشی گفت رفت در جا شیش ای جوش خیز گفت پدر گفت خیستتای فرزندیت گفت را شرمنده کرده نیست حرکت های من گفت آوریتر زندگی نیست ما را رسول قدگی بود محبتی دنیای تای میگه همی سخنه گفت بچهش احمد میگه ای خانه بیرشی بیرش دنده که مادرش میگه گفت بچم کجا میره افتاس من دیگر که در اینجا مثلا دیگر ایستادن ندارم همون شغل دیگر نیست میگه همراش یک قرآن گرفت ای خانه بود رامدان که مادرش میگه یک انگشتری کنات هم بود همینم بچه کم بگی خطی یک مجلد کار میگه از عراق برومان میگه طرف بصره آمد بصره برومان میگه در بصره میگه ابو عالی بصری میگه یک روز میگه بچه کم تشتگی قرآن خوندیسته در مرد کار بزرگ من میگه کار کردم میتونم میگم چی کار کردم میتونم چی کار داری میگم من دیوار کردم در کار میگم میتونم میگه یکان امرت بگیرم میگه امرت حجت نیست من خیلی میکنم میگه اومد در خونه میگه من نمیدونم این کیه این چیه مقصد میگه او وردمش مقصد این بچه پوچه این مقصد این مردک قدر میگه ماندمش در همون جا همه محصولات را تیار کنم بیگه میام میگه کاری 10 آدم کده میگه بسیار محکول اومد میگه یک پیش مده یک شرط مون شرط همی که 5 وقت نماز ایمده تمام مانی نشه من نمازم با وقتش میخونم و حقم 1.5 گرم زیاد مرا چیزی نتید همین قیدی من فقط شنبه و شنبه کار میکنم تو شنبه دیگه برسونم بسته میگه شنبه دیگه آمان بسته شد دیدم بسیار کارش شد بعد میگه دیدم این کارا ما گفتم این یک آدم چی کارا بود میکنه میگه بعد همون روز شنبه دیگری آمان که میگه همون جورتش دیگه گفتم که کار دا میگیم گفت مایش میگه کار ما به خاطر همین تأخیر کردم گفتم در کار نیست همین رو میگم میگه وقتی آوردمش میگه ایدور نظارت کن بزرگی خدا می ابو عالی مصری میگه دیدم که لایخش بلند میشه همون سال همون غشت خودش گذاشته میشه این فقط همونجا کنترل بیسته مقصد میشه میگه من مشاهده کنم توی این کس یکان درجه و یکان مقامی داره مقصد بعدی میگه جوابش دادم هفته دیگه میارم این کس هم دیگه سر نمیده این کس هم حتما مقصد در خانه میده خدمت بکنم میگه هفته دیگه رفتم که در بازار نیست گردانه رو پرسیدم که اینجا یک بچه داد قرآن میخوان همین کجا بیاریم گفتن که نمون در درون جنگل هایی هیچ کس نداره همونجا بیماری سخت هایی بعد میگه رفتم با پیشم رفتم میگه که در تک سرش یک خیشته میگه اما قرآنش میگه برشته و میگه بسیار در حالت نگوه هایی همون خیلی میگه خیرات کم آقا میگه چشمشو نکشم دیم و خیرات کم میگه که دیده کم سلام دادم سلام گردم میگه تو من اون نفری کارفرمای مفتی امروز آمان که ما مقصد شما از شما دعا بگیرم شما از کجا بیاوم این ادرس دادم در همین جا میگه گفت که
من دیگه چی ندارم، کار کردن قوت ندارم. من خدا دانا است، من مقصد جون رو علامه سپردم. لیکن یک خواهش دارم که همین قرآن قطعی همین چاله در دستی پدر من هارون الرشید نیست. وقتی میگم نام گفت پدر هارون الرشید، من همونجا شناختم که این بچه هارون الرشید است. من آوازه را شنیدم. بعد میگه آگاهی پیدا کنم. بعد میگه در همونجا نصیحت میکرد که هیچ وقت همین مال دنیا فریفتت نکنم و همیشه مقصد دنبال دنیا ندهم. همین نصیحت کرد. میگه جونم به حق تسلیم کرد. میگه گروندمش در همونجا کردم. میگه گروندم. بعد میگه گرفتم و آمدم به عراق. میگه خیلی برای پدرش مثال ملاقات کردن مشکل‌تر بود. خلاص روزی میگه شید که من روبرو شدم. به خاطر خویش و تبار پیامبر بودم. بس من گپ دارم. یک خویشای حضرت عباس بودم که هارون الرشید، اما شوخش با همون میرم. بعد میگه ایستادم. میگه همین قرآن که نشانش دادم هارون الرشید چی نوشت. میگه که دید گفت قطعی بچه من بودی. بعد میگه گفتم بله قطعی بچه تو بودم. میگه گفت که بگر گفت چی رو میدونی. اون میگه کفا در آمدیم. میگه خیلی گشت دایره در آمدیم. همون قصرش بگیم یا کاخش بگیم. میگه در آمد. میگه اومد در یک شیشتی مبتریو قرآن در پیش مانده. میگه انگشتری را مانده. بعد میگه گفت زنده جای احمد. بعد میگه گفتم که مقصد میخیر محورم خیلی کار فرموندم. من نمیفهمیدم فرزند شما هایی، لیکن با چشم همی آدم اما بزرگی و شدیده گیر. برای همین چیزا رو من در حالت همین حالت من در داد که باید پدر رو تسلیم کرد. بعد گفت که خودت شوشتیش بیدم. گفتم خودم شوشتیم خود گروندیش بیدم. گفتم خودم گروندیش. بعد میگه هارون الرشید گریان شده بود. دستا تمره بود. دستا رو میگه گیرش میگه در بالای دیرش گذاشت. میگم گو همون گرمی فرزان من احساس میکنم. یا بلند گریه کرد. میگه بعد از اون میگه انگشتری را مدرش داد خربان خیلی گرفته. میگه آمدیم یک روزی مخصوص بعد میگه سری تربت شد. سری تربت شد. میگه خیلی میگه هارون الرشید گریه کردم که مثلا ما در راستی تو تماما گمانمون دیگه بود، فکرمون دیگه بود. لیکن خداوند من مقصدی که فرزند داده الله را زیاره میکنم که من شفاعت همین مقصد حتی در روز قیامت من از جمله همین شفاعت همین در باشم بوده. بین اگر در قصه ها میخوانیم یک فرزندوی مقصد بودن یا فرزندوی بودن که خیلی را فقط در این قصه میخوانیم، در حیات همونا میخوانیم. دیگه همین فرزندو من گمان منه که دیگه همین چیزها که همین تقوا که رفته است، لقما که دیگر شبه امید شده، توفیق ها که ضعیف شده، سی چیزا دیگر نیست.